وزن و اندازه بوکسورهای دوران قدیم و سبک بدنسازی آنها. چرا وزن بوکسورهای قدیمی در دسته سنگین وزن پایین‌تر از بوکسورهای حال حاضر بوده؟ چرا حجم بدن اونها در مقایسه با بوکسورهای امروزی کمتره؟ این سوال احتمالاً برای خیلی از علاقه‌مندان بوکس پیش آمده یا پیش میاد. حتی گاهی وقتا این سوال پرسیده میشه که چرا بدن بوکسورهای قدیمی عضلانی نیست؟ شاید بد نباشه نگاهی به گذشته بندازیم. در بوکس دوران قدیم، یعنی حداقل تا قبل از دهه 70، رسم بر این بوده که یک بوکسور قبل از مبارزه تا حدی کار کنه که وزن بدنش در کمترین حد ممکن نسبت به قدش باشه. بدنسازی دوران قدیم یا اصطلاحاً بدنسازی اولد اسکول شیوه های خاص خودش رو داشت. بدون استفاده از هر گونه وزنه‌ای انجام میشد. نه همیشه، اما در اکثر مواقع تنها وزنه‌ای که وجود داشت فقط وزن بدن بود. فکر کنم بهتره بحث رو با مثال پیش ببرم. چند تا از دانه درشت‌های بوکس در دسته سنگین وزن: جیمز جری جفریز، جک دمسی، مکس بایر، جو لوئیس، جرسی جو والکات، راکی مارسیانو، محمد علی، جورج فورمن، سانی لیستون و صدها بوکسور دیگه، چه در سنگین وزن و چه در اوزان مختلف بوکس. تمام این اسطوره‌های تاریخ بوکس با همون شکل و سبک تمرین می‌کردند که امروزه بهش میگیم اولد اسکول. تمرینات اختصاصی و بدنسازی بوکس از ابتدای تولد بوکس با دستکش و زیر نظر قوانین کوینزبری تا الان تغییر خیلی زیادی نکرده. درست مثل قوانین بوکس. خیلی از تمرینات اختصاصی یا بدنسازی بوکس بین این قهرمان‌ها مشترک بوده. به جز تفاوت‌های جزئی یا کم و زیاد شدن آیتم‌ها بین بعضی از بوکسورها. برای مثال، جک دمسی عقیده داشت که مبحث کاندیشنینگ و بهبود عملکرد قلب و ریه مهمترین عامل موفقیت در بوکسه. به عقیده دمسی، در بوکس بعضی از تمرین‌ها باعث تقویت قلب و ریه یا همون کاندیشنینگ میشن و بعضی‌ها سرعت رو ارتقا میدن. اما بهترین تمرینیه که هر دو رو به شکل همزمان بهبود ببخشه. دمسی اعتقاد داشت که بهترین تمرین برای یک بوکسور اسپارینگه و اسپارینگ در واقع همون تمرین کاملیه که این خصوصیت رو در خودش به بهترین شکل ممکن داره. دمسی همیشه میگفت که بوکسور باید هر روز و زیاد اسپارینگ کنه، چون نه تنها مهارت‌های بوکس رو در شما تقویت میکنه، بلکه عضلات شما رو به اجبار در حالت خشونت مبارزه و فشار ناشی از اون قرار میده و از این طریق اونها رو میسازه و همینطور عملکرد قلب و ریه شما رو خیلی بهتر میکنه. جک دمسی شادو و کیسه بوکس رو به ترتیب دومین و سومین تمرین خوب برای یک بوکسور میدانست. دویدن و تناب زدن هم آیتم هایی بودند که دمسی اونها رو به نوبه خودشون ارزشمند حساب میکرد و روی اونها تأکید خیلی زیادی داشت. اما برای بدنسازی اختصاصی بوکس، دمسی از پتک زدن یا هیزم شکستن برای تقویت قدرت مشت، از کرانچ و بایسیکل کرانچ برای تقویت عضلات شکم و میان تنه و از پل زدن برای تقویت گردن استفاده میکرد. و البته تمریناتی مثل شنا و بارفیکس و تمرین پارو زدن روی قایق ثابت که یکی از آیتم های مهم بیشتر بوکسورها بود، در برنامه تمرینی جک دمسی جای ویژه‌ای داشتند. این برنامه‌ای بود که دمسی در کمپ تمرین با جدیت پیاده می‌کرد.
جیمز جی جفریز تقریباً تمام این تمرینات رو انجام میداد، به اضافه یک تمرین اختصاصی مخصوص به خودش. جفریز برای تقویت قدرت عمومی و بهتر شدن عملکردش در کلینچ ها با یک حریف تمرینی به شکل خیلی جدی کشتی کار میکرد. راکی مارسیانو. راکی مارسیانو هم تقریباً همینها رو انجام میداد، اما تمرینات خاص خودش رو هم داشت. بلند کردن سنگ‌های بزرگ و پرتاب اونها، یا پرتاب مشت زیر آب، و البته مشت زدن به یک کیسه بوکس خیلی سنگین، یک کیسه 300 پوندی. میزان دویدن مارسیانو از تمام بوکسورهای تاریخ بیشتر بود. در ابتدای تمرینات با 7 تا 8 کیلومتر دویدن کارش رو شروع میکرد و در یک ماه آخر تمرینات به روزی 25 کیلومتر میرسید، اون هم در مسیرهای شیبدار و روی تپه ها. راکی البته یک کیسه مخصوص داک و رول هم داشت. کار کردن با این کیسه علاوه بر فواید معمول باهاش رو خیلی تقویت میکرد و عادتش میداد تا هنگام مبارزه با استایل خمیده راحت باشه، یا بهتر و راحت‌تر در مقابل ضربه های حریف از داک و رول استفاده کنه. جرسی جو والکات علاوه بر تمرینات معمول یک بوکسور، یک تیر چوبی قطور رو در زمین میکاشت و اون رو با دست بیرون میکشید و این کار رو بارها تکرار میکرد برای تقویت دستها و شانه‌هاش. این تمرین رو در کنار هیزم شکستن انجام میداد. والکات هر روز 500 تا شنا میرفت و روی قایق ثابت پارو میزد. ساختار و شکل بدنش رو فقط باید ببینید. جو لوئیس 10 مایل دویدن هر روز صبح زود رو در برنامه داشت. پارو زدن روی قایق ثابت براش خیلی مهم بود و موقع اسپارینگ خیلی از مواقع با دست راست بسته به بدنش کار میکرد تا دست چپش تقویت بشه. محمد علی روی هیزم شکستن تاکید خیلی زیادی داشت. کار با کیسه گلابی هم برای تقویت سرعت دست و دقت مورد علاقش بود. علی کرانچ و بایسیکل کرانچ رو خیلی جدی انجام میداد و البته جدا از اون بدنش رو با اسپارینگ هم میساخت. خیلی از اوقات اجازه میداد که حریف تمرینی ضربات خیلی سنگینی به بدنش بزنه و همین بدنش رو کاملا آماده و محکم میکرد. همونطور که کمی قبل گفتم، بدنسازی بوکس به سبک قدیم شکل خاص خودش رو داشت. بدون استفاده از وزنه انجام میشد و بیشتر اوقات تنها وزنه فقط وزن بدن بود. این نوع بدنسازی در بوکس خیلی سخت‌تر از بدنسازی با وزنه است، اما تأثیر خیلی ماندگارتری روی بدن یک بوکسور داره. از اینها گذشته در دوران قدیم هیچ چیز غیر طبیعی مورد استفاده بوکسورها قرار نمی گرفت. استروئید یا مکمل صنعتی در کار نبود. با دیدن بدن کم حجم و ظاهراً معمولی اونها به اشتباه نیفتید. این بدنها دقیقاً همون چیزی هستند که بوکس احتیاج داره. ساخته شده برای 12 تا 15 راند مبارزه و یا حتی بیشتر. خیلی مرگبارتر و قدرتمندتر از اون چیزی که فکرش رو میکنید. جک دمسی با وزن 190 پوند یا 86 کیلو، جو لوئیس با وزن 200 پوند یا 91 کیلو، مکس بایر با وزن 210 پوند
یا 95 کیلو. راکی مارسیانو با وزن 187 پوند یا 85 کیلو. محمد علی با وزن 212 پوند یا 96 کیلو. سانی لیستون با وزن 215 پوند یا 97 کیلو و جو فریزر با وزن 207 پوند یا 94 کیلو. اینا فقط چند نمونه از وزن سنگین وزنهای بزرگ قدیمی در دوران اوجشون بود. همونطور که میبینید تمام اونها در دوران اوج خودشون زیر 100 کیلو وزن داشتند، در حالی که اگر میخواستند میتونستند با وزن بالاتری مبارزه کنند. اگه حتی یه لحظه به این فکر کردید که سایز، حجم و وزن بیشتر بوکسورهای امروزی عامل برتری اونها نسبت به قدیمی هاست، باید بگم که اشتباه کردید. این مسئله در تاریخ بارها ثابت شده. وزن بالاتر در بوکس باعث برتری نیست. قدرتمندترین پانچرهای تاریخ بوکس در دسته سنگین وزن، همونطور که دیدید، اکثراً زیر 100 کیلو وزن داشتند. اگه غیر ممکن میشد و یک تورنمنت بین بوکسورهای قدیم و جدید برگزار میشد، واقعیت رو با چشمهای خودتون میدیدید.